جسار هم بعد شد. جسار بعد اومد که مون خدای مرزه تمجیدی اینا بید. اینا اومدن یه تیمی ساختن به نام جسار. جسار اومدن. بعد بازیکناشون بیشتر من این بودن مثل محمد شابی، حسن شابی اینا از یا موندی مظلوم زاده موندی اینا رفتن او غلام. یعنی اینا از اینجا به او رفتن. حالا این چه خصلتی بود که آقای فرمان چه خصلتی بود که مثلا یکی مثل محمد شعبی موقع که تیم شما بود یا همون تیمه دیگه اون قدر وفادار بیدن که تا پایان فوتبال یا 12 سال 10 سال فوتبال اینا با درسشون میده. همین نگاه کن بازیکن‌ها رو محلشون رو چیزشون ارق داشتن سمخیت داشته اخلاقی هم هست. منم میگشتم رضاعتم اینو کجا با اخلاق من سازگار میرفتم اونجا. اینا خیلی به حساب از نظر سواد کم داشت. خودت میفهمی اینا همه جاشویی و فلان اینا مثلا مرد اینجور کار میکنه. مثلا هیچ وقت اکبر معینی نمیتونست اصلا بره درس بخونه، باید جلالی باشه که به حساب هیچ بکنه یا تو مدرسه کمکش کنه یا که بعد اینا بیشتر اینجوری جذب میشدن. یعنی توی عمق به حساب بازیکن ما اکثریتشون طبقه ضعیف بودن، خیلی ضعیف. امیر بعضی اصلا میومدن بوشهر. حالا ما دو تا مثال سید میزنم. ما میومدن بوشهر مثل اکبر ادیبی. اکبر ادیبی اون پرسپولیس تهران بود. میومد اینجا نمیتونست تو تهران دیپلم بگیره. هنرستان من شاینی ها بود. مرحوم شیرخان رئیسی بود. شام دیگه. آقا شیرخان آدم خیلی خوب. شیرخان رئیسی. آقا شیرخان ما خونه شیراز رفتم ما به چشم ممرزا هم کلاسیم بیده. شیرخان معاون هنرستان بید. مصاحبه دارم با یعنی زمانی که شیرخان معاون هنرستان میگن شیرخان. خب هنرستان من نمیخوام معاون هنرستان بود با یکی بورسیش میگفتن آقای رئیسی. آقای رئیسی مشکو هم بید. درست میگم یکی همی به نام میگفتن مشکو میگفتن امیر. شیرخان اونجا بید. بچه شاهین مثل محمود ابراهیم زاده اینا هنرستانی بودن. هنرستانی بودن. بچه ایران جوانی ها به طبع مرحوم رسول مجد که مدیر باشی ایران جوان بید و هیئت مدیرش هم مرحوم عین الملک بید، اسفوری بید، اینا تو سعادت بودن. اصلا اکبر ادیبی اومد تو خونه ماشله موجینا یه اتاق یه رو تو محله کودی که دیپلم اومد تو ایران جوان و بوشهر که دیپلم براش گرفتن. یا میومدن شاهین به طبع این میومدن که دیگه دیپلمی بگیرن نمیدونستن از اهواز میومدن نمیدونستن اونجا دیپلم بگیرن. تو هنرستان شیرخان اینا یه دیپلم جورشون میگیرن یک سال. حالا تو عرفات عذر میخوام. الان مثلا بعد از وقتی بوشهر میرفتم براجون دیپلم میگرفتن.